اینمی دقیقه واتساپتون رو پاک کنین. این ترفنده که میخوایم براتون یاد بتم، اگه یاد نداشتین برین واتساپتون رو پاک کنین. بریم که براتون یاد بتم چه یک طریقه، هر کس براتون یاد نمیده. خب دوستان عزیز، میریم داخل واتساپ خود، با دقت نگاه کنین که چیکار میکنم. اول کیبوردتون انگلیسی کنین، سر از گزینه بزنین و این انتخاب کنین. ببینین دوباره نشان میتون، میره انتخاب کنین، بعد دوباره کیبوردتون فارسی کنین. یادتون نره فارسی کردین، میایین اینجا سر از گزینه کلیک میکنین و این انتخاب میکنین. این که انتخاب کردین، حالا ببینین چه اتفاق میفته. نوشته تون نستریق میشه به می راحتی و بجای از این خط فاصله که از این استفاده میکردین، شما حالا میتونین از این استفاده کنین و بسیار مقبول، بسیار آسان، هیچ نیاز به هیچ حرف ندارین. برین لذت ببرین. لایکی